مهاجرت به کشورهایی مانند کانادا و ایالات متحده رو روایت میکنه. ماجراهای فیلم در صحرا میگذره و شاهد داستانهایی در مورد هواپیما و چند نفریه که در صحرا زندگی میکنن. جالبه که بدونید بخشی از این فیلم در کشور عربستان فیلم برداری شده. پس از اینکه فیلم برداری فیلم در عربستان به پایان رسیده، تصاویری از شاهرخ خان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او رو در شهر مکه و در حین ادای حج عمره نشون میداد. شاهرخ خان هم با انتشار ویدیویی از وزارت فرهنگ عربستان سعودی به خاطر لوکیشن دیدنی و مهمان نوازی گرم از اونها در طول فیلم برداری فیلم دانکی تشکر کرده بود. این فیلم جذاب و دیدنی قراره در دسامبر 2023 در سینماهای هند و جهان اکران بشه.